دوستان عزیز در کشور پاکستان شهر کراچی موقعیت داریم و قسمی که شما میدونین امروز در مزار قایداعظم آمدیم. یکی از جای تفریح یا بگم جایی است که همیشه جمع جوش مردم در اینجا خیلی زیاد است. امروز آمدیم به اینجا و خواستیم که یک از تعداد هموطنان ما آیا به این پارک میایند یا خیر، گرچه پارک هم گفته میتونیم و مزارم هست. پس ما را همراهی کنین و تا آخرین لحظه برنامه همراهی ما باشین. ما هم خوش میکنیم معلومات بهتر و بهتر با شما تقدیم کنین. به خاطر حمایت از ما چینل مرا حتما سابسکرایب کنین و باشه این قسم ویدیوها بر شما تقدیم کنین. میام دوستان. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. سلام علیکم دوستای عزیز، شما را به مناظر احمدی خوش آمدید. من قسمت شما قبلا گفته بودم که از هموطنان خود را پیغام بدیم میبینیم پولین نازد همراهشان معرفی میشن. سلام علیکم. برای همه دوستان، آقایان، برادرانی که مثلا دور باشد صدای ما رو میشنود. ما امروز حمله از برادرم اینجا در پارک جناح قایداعظم سابق وزیر پاکستان بودند، جانفدای پاکستان بودند. امروز سر مقبره ایشان آمدیم. اینجا خیلی به زیارتگاهشان برادران جمع شدند آمده. این روز یک روز خوشی است که برای ما آمدیم اینجا. امروز هم ساعت 5:05 هستند. به همه اخوان دوستان سلامم میرسد. ما خیلی برادر خوشحال شدیم که اینجا آمده. اینجا نظراندازی برادران دوستان رو میبینه، نگاهش سل میکنه، از کجا آمده، کجا هسته، چی کار داره، چی کار میکنه. با اینجا آمده برای مریض تداوی مریض آمده. باز یک چند روز بودیم و حالم اینجا هست. خیرشم کاکا، فعلا از کجا آمدید؟ ما از کوتا صبح بلوچستان آمدیم. مدت 8 روز شده در امی کراچی هستیم. مریض داشتیم در آقاخان رفتیم، از اینجا دوا گرفتیم، مریض ما شفا یافته، خوب شده و این روز هم در زیارت آمدیم. بعد از اینجا میریم تفریح بحر لب دریا
همونجا یک خوش سپری شود و خوش گذرانی شود تا مریضان خوشحال شود. نواسای مستر، دخترای مستر، فامیلین ما هستند. اونجا میگریم، برادر من اونجا هستن. نزدیک شدیم، یک کره چای هم نخوریم، نگاه به یک خوردیم، از همه یک خداحافظی میکنیم، میریم جایی دیگه. خوشحال شدیم از بخیر. بخیر بشه. چند سوال باقی من در سوال از جواب بده بخیر گرفته. پاکستان زمانی که از افغانستان آمده، پاکستان چه قسم پیدا کرد؟ رفتار پلیس و چه رقم بودن مردماشون، چه رقم رفتارشون؟ پاکستان یک ملک مهاجر پذیر است. خیلی یک ملک خوش است. از اون روزی که ما در پاکستان پدرایم بوده، همینجا خدایم بوده، زندگی کرده. یک روز از پیش از دولت پاکستان مردم مهاجر ما مردم هیچ حضیت و آزار نشده، به نفس خوش همراه ما خوش گذران شده، رفتار صحیح شده و خیلی خوب جای است. اینجا همیشه همسایه پذیر است، مهاجر است. در زمانی که کویتا بودن روی پلیسات داد ما شنیده بودن که بسیار روی بد شدن افغانها مثلا مهاجران رفتن تظاهرات کردن. به این مورد چی نظر داری؟ وقتی که مردم تظاهرات کردن منطقه بازور اینا هم مهاجری که در پاکستان آمده بود، البته خیلی زیاد آمده بود. در این مدت 8 ماه 9 ماه کم آمده بود، در پارک‌ها خوابیده بود، جای پیدا نمیشد. مهاجر زیاد بودن، پیش سفارت‌ها تظاهرات کردن. البته ما مهاجر هستیم، به دولت‌های دیگه پذیرایی شویم. مهاجر هستیم، جای نداریم، امکان نداریم، دولت ما خراب شده. از اونجا و خود ما که سرزمین کوټه بلوچستان زندگی میکنیم، هیچ وقت پلیس با ما رفتار خوب کرده، همیشه همراه خوبی رفتار کرده. چهار طرف ما محاصره نیستند، البته پلیس هست حمایت میکند. ما اونجا با خوب زندگی کرده و حالا خیلی خوش زندگی داره و زندگی هم میکنیم. بخیر باشید. پاکستان ما قدمی اتصال میکردم که سازمان ملل به دفتر شد شاید امکان داره 20% این مهاجران شنیده از رادیو BBC و جاهای دیگه 20% اینا مهاجر بودن و پذیرفته شده، کیسایشان قبول شده. طوال کیسای رد نشده. تا حالا مردمی که اینجا هستن همه در مسافرخانه وعده کردن، در پنما یا طرف کانادا یا استرالیا و یا سویدن یا ایتالیا همه ایشان قبول کرده، تا حالا رد نکردن. شما مقصد دانش پیش سازمان ملل نرفتید؟ نه ما در این مدت چند سالی که بودیم تا هنوز مراجعه نکردیم دفتر سازمان ملل. ما از پاکستان خوش هستیم، خوش آمده. برای ما همه چی فراوان است، از نگاه کار، امنیت، خوبی، از همه چی انشالله رو خوب است. بسیار خوشحال هستیم از پاکستان و جای دیگر نه. چقدر در کویتا بودیم؟ ما در کویتا مدتی 40 سال در کویتا خوش گذشته. 40 سال؟ 40 سال. شما کار ندارید؟ بله، برای ما مهاجر کار دادن، برای ما فامیلی ما کار دادن، زندگی میکنیم و خوش گذشته. برای ما هیچ رفتاری یک روز ندیدیم رفتاری بد بوده باشه تا حالا. تا خود ما بچه‌های ما هم خوب. یعنی شما 40 سال در پاکستان زندگی کردید؟ 40 سال زندگی کردیم. در پاکستان عمرتان چقدر؟ بله، پاکستان عمر ما هم اینجا بودن دیگه. یک روزای اولی بود غریب بودیم، البته کالیکولا کار کردیم، در ایران رفتیم. بعد از ایران یک خود را شناختیم، پاکستان که آمدیم انشاءالله خیلی با خوب گذشته. اولاداشون درس میخوانه، همه سنف 9 12 11 درس هم در یونیورسیتی مورن انشاءالله را باشای دارن، همهشان درس که خوشحال. دوستای عزیز، قسمت شما میبینید یکی از هموطنان ما چنانه 40 سال در پاکستان زندگی کردن، هم در شهر کویتا و خیلی خوش هستن. امید که بعد همین شما که اینجا وجود داریم ما مهاجر هستیم. و یکی از سوالای آخری که از کاکو پرسان میکنم اینه که در آینده کاکو اگر سازمان ملل بخواه شما را خارج یا یکی بخواه مثلا کسایی که تازه آمده یا شما چی ما خود ما که تا این مدت رسیدیم پاکستان انشاءالله را شاید از این بدن پاکستان و خوش مگذره خوب است. ما از مسافرت خارج زیادتر خوش نیستیم.
و اما در آینده بچهای ما نسل نوی ما که البته مگر دولت‌های خارج خوب هستند اگه میرم اونا رو گفتن امروز اختیارش به دست ما تا حالا نیست وقتی که اعلان شد اختیارش به دست خودشان است و کسایی که مهاجر هستند اینجا کوټه هستند مثلا لاهور هستند اسلام آباد هستند همین کراچی هستند اونا همیشه شب و روز میگن که ما خارج نمیریم دیگه خبر نیست که خارج چه خوبیایی داره چه لذتایی داره چه آب و هوای خوش داره ایناش خبر نیست بخیر باشید با بخش مرا میگرفتم شما رو گرفتم بیام رفتنی هستم جای دیگه رفتم من منتظر از بودم که از مکان خود ببینم دل کنم درست ما از برادر خود کم زبان است هم مذهب است خط کشیده جنرال موسی خان یکی از برادرهای ما بودن زحمتی که در پاکستان برای هزاره کشیدن برای همین مردم کشیدن این مورد از دست انگلیس آزاد کردن حالا مردم خیلی خوشحال هستن دو شب روز نوات بخیر باشید سلامت باشید ان شاء الله مهربانی خدا حافظ